برهان واقعیت را می آفرد. فقط فکت. دو چیز از نمای بینای نوساخت حکومت تاجیکستان کم می کرده است. یکی چایخانه راحت و دیگری تئاتر لاهوتی. این کلام نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری است. قول او را عیناً می‌آورم. بینای حکومت را به استفاده دهیم، در پس منظر یعنی فانی همان بینا چایخانه راحت چه خیل می شود؟ سخن گفتن و ایراد گرفتن آسان است، لیکن دوراندیش بودن لازم است، گفته است او. یعنی همه گپ سری همین زیبا به نمایش گذاشتن بینای جدید حکومت است. قرارگاه سروزیر. برای آنکه حکومت خوشرو نماید میبایست تاریخ گرد و پیش آن را پاک کرد. خود از خود تمثیل دردناک است اینها جلو بخشیدن بر امارت را زیب حکومت می دانند، حالا آنکه حکومت از چیزهای دیگری دلربا می شود. آنها جای این اگر به کار و تلاش حکومت ذم می کردن، مردم را اذیت نمی دادن، زندگی آنها را غارت نمی کردن، نیاز به ساختن امارت‌های محتشم نمی ماند، چون که امارت‌های محکم از مهر و اعتقاد در دلهای مردم خود از خود رو می زدن. برهان واقعیت را می آفرد. رسم این ملت بوده است که از فرهنگ زنده خود چون از چیز نادر کار و زیادتی خلاص می شود. دقیق تر یک گروه به خود اجازت دادن از تاریخ این شهر بگذرند. آنها دیوارهای راحت را، ستونهای لاهوتی را می بینند و تاریخی که در میان این همه نقش و نگار حفظ شده است نمی بینند. ما در دوشنبه دیگر بینایی را با چنین تاریخ و خاطره بزرگ امثال راحت و لاهوتی نمی شناسیم. این دو جا در حقیقت حافظه فرهنگ مردم بودند که متاسفانه قهر و جهالت نیست می کند. ما در جنازه تاریخ خود نشسته ایم. با یک شهر امثال دبی اینجا نیاز نیست، بلکه میخواهند در دوشنبه زندگی کنند. دوشنبه که بابای آنها ساخته است، پدرش در خیابانهای آن عشق ورزیده است و او در کوچه های آن افتید است و دوید است و کفت است و بالید است. برهان واقعیت را می آفرد. آنها شهر کهنه خود را میخواهند چون یادگاری حفظ کنند. میخواهند شهرشان گذشته داشته باشد برای نقل کردن. ما میخواهیم در شهر زندگی کنیم که از نیاکان ما خاطره داشته باشد. شما تصور میکنید اگر در گذشته ریگستان سمرقند را به سبب ناروا و کهنه نمودنش در برابر یک عمارت مدرن ولنگار میکردند، محض به خاطر اینکه به چشم یک معمار یا طراح امروز آن کهنه و نازیب نماید. برهان واقعیت را می آفرد. اطراف دوشنبه همواری های چون کاغذ تازه هست، چرا هنر خود را آنجا آزمایش نمی کنید؟ این بالای مصوره های دیگران خط کشیدن چه معنی دارد؟ کسی که به خاطره خیش به تاریخ خود عادت تاختن را داشته باشد، همچنین عمل زشتی را مقبول می شمارد. از لاهوتی تاریخ کسبی تئاتر تاجیکستان شروع شده است. این گپ را گفتنش برای عاقلان کافی می بود که با قیمت جان این یادگاری را حفظ می کرد. اما چنین خواهش، چنین جسارت کو متاسفانه دوشنبه را از ما گرفتند. برهان واقعیت را می آفرد.